شنوندگان عزیز، حالا حکایه خرد را از روی اثر نویسنده جوان شریف خلیل پیشکش شما می‌گردانیم. یادی بوسه های شیرین. وی در این سین و سال از یگان جوان ماندنی ندارد. خاصه نفس گرفتنش با مرام و این هدیه بی‌بهای خداوند به هیچ ممانعت تا خودی شوش او رفته و آمده یک وجود زنده و ارزنده بودن او را مخصوص تاکید می کند. شاید از پس همین نفس‌های مرتب است که حرکات جمله اعضای تنش پریقو برین سبک. اصلاً یک مرد میان سال است او. کیها زمان جوانی خود را به حکم تاریخ گذاشته. اکنون سینش به سوی 50 می خزد. زندگیش هم چون حیات همتایانش به گرما و سرما، به شادی و غمها توأم بوده است. اما به شرافت صبر بیدار در رفت حیات مرکب پیش یگون غوچوب آن زانو نزده، برعکس مردانوار غالب آمده و در این نبردها خود را نگیرانده با سری بلند تا به این زینه نردبان زندگی رسیده است. اینک آزاد قدم میماند و قامت بلندش هم شمشادوار راست است. نگاهش به حد عمیق افاده‌گری تجربه غنی و غالباً شفقتی بی‌نظیر است. اما در همین وقت ساعت از چی بود که زیاده اندیشمند نگاه آن چشمان براق و به دوری ها دوخته شدند، به همان سمت که از نزد حولی یک قطار بناهای بلند آشیانی صحنشان پر از دختر و پسران، اصلا دانشجویند آنها، پلی پیچان آغاز گشته و بسان یک ماری نهایت کلان خفته تن خود را در تاب آفتاب بهاران داده از سمت دیگرش بر ره کلان شهر می پیوست. این مسکن کبوترخانه را به یاد می آورد، اما همه جزیره می گفتند این موضع را. پلی پیچان در میان همین جزیره و شهر خوابیده است و بعضاً رهگذران به شوخی ها آن را پلی سیرات می نامیدند. اما تفاوت در آن بود که پلی سیرات به روایت ها از موی باریک و توان برداشت گناهگاران را با آن باری سنگینی در دوش داشتهشان ندارد و مدام لرزیده آن حمل ناهنجار شانه هایش را سرازیر می کند. خیر، احوال سرازیر شدگان معلوم، ولی پلی پیچان دیگر است. خواه گناهگار و خواه بیگناه، هرچند چنین آدمان در این مضافات وجود ندارند، در روی آن بی ملال قدم مانده به جزیره می رسند و یا خواندنشان به آخر رسیدن برابر ایده از طریق همین پول خود را به تلاطم مردم همیشه
در تکاپوی شهر میزنند که بیکارترشان پیاده، سیرکارشان مدام به نقلیات در رفت و هستند. آنجا حیات باز هم در جوش است. پل پیچان در کف دستان ستونهای بی‌عدد خود را آزاد حس می نماید و به جمله ره و پیرهه های اطراف که از برش گذشته و نیز عاشقان خود را داشتند و به شهامت وی دیده و دانسته از پس پنجه می نگریستند، بیگذار و اختیارشان مغرور نگاه می کرد. اصلا غرورش هم به جا نبود. پل پیچان به منظره اطراف خیلی شینم افتاده و هماهنگ گشته عجب زیبنده می تافت. وی بسیار طبیعی ایجاد شده بود و چند کولی هنوز به آبی در دو برش خوابیده، خرسنگ های رنگشان گوناگونی برجسته، جای جای بوته و درختان قدشان پستی منظروی که از میان همین سنگ های خرد و بزرگ سر بالا کرده اند، شاید خودرو هستند آنها یا به خاطر زیبایی مخصوص نشانده اند، و نهایت زمینی مخمل پوشی سراسر سبز و گلزار که از نفس دریای خروشان شهر جان گرفته و باز هم دل برگشتند، زیبایی اطراف را تکمیل می دادند. پل پیچان در قد دریای شوخ خوابیده است و تاب خورده از بالای یک دریای می گذشت که در بساط نسبتاً کمتر آب داشت و در این وقت و زمان بهار است. آخر آبش لای بود. این بارانهای شدید داراییش به مراتب بالا رفته باز هم تیره تر می شد و به موقت باشد هم کم کم تهدیدزا می گشت. وی که لوچاب می گفتندش به نقلها یک دریاچه کوهی به شاخبندی بود و زمان سیرابی ها به اهالی دو ساحل خود حمله ور گشته بعضا تشویش ها نیز به بار می آورد و همین رودک شوخ آبی نه چندان زیاد خود را آورده به دریای دوشنبه می داد. این دریای نسبتاً بزرگ از آغوش برفستان‌های کوه بلند پیشارو جدا شده با واهمه زیاد سرازیر می آمد و آبی ورزا بلوچاب و باز شاید در پیش راه چندین دریاچه دیگر را چون تشنگان حریصانه فرو برده نیرومند و با شدتی هرچی بلندتر جوشان و خروشان پیش می رفت. غلغل یک مرامش به اطراف تنین انداخته گویا به ضربه تاکید می کند من نسخه سبز زندگی هستم و بدانید حیات آب مرده نیست.
حالا مردی قامت بلندی با کتف و بازو که در بر شیم و کستوم سیاه و کرته سفید، میانش در آغوش کمربند نیز همرنگ لباسش بود، روی پل پیچان اندیشمند قدم می‌گذاشت و از تماشای منظره اطراف این فکرها بی اختیار در ذهنش زنده می‌گشتند. وی رهروان جواباً به خطابه دریای خروشان که این لحظه ها خیال او را به خود کشیده بود، زیر لب گفت: زندگی عرصه عشق و محبت و مردانگی است. مرد که وجودش از هیجان پر شده بود، خیالمند از دوری ها نگاه برچیده از مغز جگر آه کشید. یک سیله دختران دانشجو مستی خنده و نغمه های جوانی با مرد خوشلباسی در بند اندیشه ها به گوشه چشم نگریسته بین خود پیچیر پیچیر چیهای گفته گذشته رفتند. مرد با شوقمندی این سیله رنگابرنگ را نظارت کرده به افتخار آشکار به پیش پای نگریست. توفلیش نه پناه جلو می دهد، هنوز گرد ننشسته است بروی آن و همین سحر از رفی قطار پای پوش های بسیاری مغازه جدا نموده البته بهترینش را به پای پوشید. بگذار به نظر مردمی دماغشان بلندی شهر نشین یک مردی عادی از کدام یک دهه دوردست کوهستان نبکک به تماشای آمده نمودار نگردد. می داند این شهری های وقارشان خشک را با یک نظر معین می سازند که اهل کجایی. خودی مرد هم از اهل شهر است، فقط از شهر دیگری فرهنگش بلند و زمان او در آغوش همین شهر عظیم دوشنبه خوانده و 12 ساله پیشتر دیپلم در تگ کش به زادگاه برگشته بود. همان ایام نیز یک جوانی آزاده پوش بود. به لباسی بی جرم وی خاصه دختران با هوس می نگریستند و همیشه می خواستند که در برش باشند. چه ایامی بی غباره. آوازش کمی لرزیده گفت وی و فکرش به دوره دانشجویی پیوسته با نگاهی اندیشمند از راهروی پیش پایش گویا نشانه های روزهای طلایی را کافته کافته وزنین قدم می برداشت. مرد از دل گذراند که 5 سال مداوم مثل همین دانشجو دخترانی نهایت مسرور هر روزی خدا از پلی پیچان گذشته به درس ها حاضر می شد و در عالم آرزوهای شیرین دوباره از همین طریق بر می گشت. اما تنها نه. در بری یک دخترک خیلی زیبا
خیلی رعنا، خیلی، بله، آهسته آهسته قدم مانده به نگاهی گاه هوسمند و گاه شاید حسدباری رهگذرانی نیز دانشجو اعتبار نداده، از هر در گفته و شنیده، خندیده و شکفته، از نگاه همدیگر معنی ها چیده چیده، نهایت در دامن بخت پرنیانی خوشنود برای خود ادامه می دادم. آن وقت عاشق بود مرد، محبت شعله‌ور در سینه داشت. حالا نیز قلبش به یاد همان عشق عالمگیر بیقرار است و غالباً یاد همان محبت آتشین او را بعد از سالها دوباره به شهر آورد. بله، محض همان عشقی آغازش عبارت از شکوفه های شادی و انجامش پر از آبی چشم، غم و خوب نیتش چیست از این تشریف؟ دیدن پل پیچون، یاد ایام جوانی، باز باید به زیارت مکانی برسد که اولین بوسه عاشقانه نصیبش گشته بود و یاد دارد که آن دمهای رنگین خود را چنان بختیار حس کرده بود، چنان خوشبخت دیده بود که ایها، گویا آن لحظات افسانوی جان جوانش به پرواز آمده سرسر شانه های کوه های بلند در کف پاره ابرهای پریشان سبک سیر میکرد و همون جای خاطرمان در وسط پل پیچان واقع است و مرد نیت دارد که گلی دستش را به نشان صمیمیت در یک گوشه آن بگذارد. در دست یک دانه صدبرگ سرخی بی‌بها دارد. همین گل را از میان صدها گل خوشروی و خوشبوی مخصوص جدا نموده از دکان گلفروشی نزد باغ فراغت خرید. از همان دکانی که آن ایام گاه گاه چنین یک گل را خریده به دستی دوست داشته‌اش می‌داد و او بهارانه می شکفت، همون قدر زیبا می گشت که گلی صدبرگی با نکهت گویا شرمسار می شد. اینک در دستش یک دانه گل، چرا یک عدد خودش نمی داند. این را غالباً به رسم عاشقان اجرا نمود. حالا گل را چنان به احتیاط می برد که گویا یگان ظرف بلوری نفیسی باشد و می ترسد که عادی ترین بی‌پروایی آن را به دستی فنا می سپارد. نکهتی که از صدبرگ جدا می گشت، آه چه بوی خوش و مخمور کنندهی بود آن. با صد نزاکت به مشام مرد نشسته او را کاملا مفتون می ساخت. وی این بوی را خیلی دوست می داشت و هر جا خانومی را آگنده به این نکهت دچار می گشت از میان انبوه مردم جسته و زود می یافت و مدت به قد و بست آن پاشکسته ذهن مانده خود از خود از شرم سرخ می شد
و فوراً نگاه برچیده از دل آه میکشید و گل من همتا نداشت میگفت زیر لب و همچنان قلبش سیم سیم به درد آمده در بند خاطرات گنده و نقص برای خود ادامه میداد. خیالش که این نکهت تنها یک خانم را زیبنده بود. یک دختر در این مضافات حق داشت که خود را آگنده آن کند. آن منشأ بخت صاحب عشق نخستین وی است که اینک سالهای زیادی از بین گذشته بود. حیات آنها هرچند جدا جدا در دامن بعضن غصه های و بعضن شادی ها ادامه کرده است، ولی مهرش در قلبی با حرارت مرد ابداً باقی مانده. آه، همین قدر دوستش می داشت که عینی حال همون بوی ازلن شناس در دماغ به یاد آن ایام افتاد که باری اول عطر را به این دلپذیری از نامه همین گل دختر شنیده بود. آن روز هم آفتاب درخشان بود. هوا ملایم و زمین تنی از باران شبانه نم کشیده خود را در پرتو آن خشک می کرد. چند پاره ابر سرگردان در کرانه های آسمان مینویی لاقید شنا می کردند. بهار حکمران بود. وی به همین دختر شریک درسش عاشق گشته و روزان و شبان در عشق او سوخته و پخته، نهایت پس از فراوان مشقت کشیدنها در همین روزی شکوفایی بهاری یک مکتوبکی جوابی گرفت. در یک پاره کاغذ سفیدی چون بیازی گردنش به آلایش تصویر یک دل کلان و در آن قلب گویا از امیدهای و آرزوهای سبز مرتب و مزین 3 واژه ساحر با خط خوانا نوشته شده بود: تو را دوست دارم. و این نامه نخستین آن گل یکتا بوی صد برگ می کرد و همین نکهت مشامگیر دل او را برگ برگ کشاده، خیال او را به کدامین کشوری افسانه ها برد. عطر نامه را شمید و 3 واژه ساحر را تکرار کرد و تکرار. پس به همین خود را باخت. در عشق آن پری چهره باز هم مجنون گشت. صورت معشوق خود را پیش نظر می آورد و با نکهت گلی صدبرگ به قیاس گرفته و از تصور این مقایسه ساعتها به کدام یک نقطه نامعلوم نگاه کرده می نشست. عاقبت همین نکهت خوش به تمثال عشق او مبدل گشت. به حالا هر قدر سالمند می شد به صدبرگ و بوی خوشش زیادتر مهر می ماند. هر بار
از بوی صدبرگ تر خاطرات زمان جوانیش زنده تر می گشت. عشق پرشور آن ایام بی‌غبار دوباره در قلبش نمو کرده، سری کلابه‌اش گم می شد. عیناً در همین لحظه ها نیز از بوی صدبرگی در دست داشتهش مست گشته، برابر این لذت غم‌انگیز از کدامین قبطی وجودش اندوه کنده شده و در حریم دلی شکستهش نشیمن گرفت و به شانه های وی وزن انداخت. اما مرد سیر بای نمی دهد، خود را خوشنود وانمود می کند و قامت خود را نیز با زور ارادت راست نگاه می دارد تا غوسه هایش از چشمها مستور بمانند. یک تبسم ضعیف نیز ورد لبان می آرد. اینک مرد در دست گلی صدبرگ زیبا از روی پل پیچان گام می بردارد. وی باید تمام این پل را پیاده گشته از هر قدم نشان جوانیش را که به عشق و محبتی همان گلی یکتا توأم بودند بجوید و آماده بود که جایش آید سری هر قدمی گذاشتهش تعظیم نماید. تعظیم به نشان احترام و صداقت به احساس بلند انسانیت، نامش عشق. وی کاملا مطمئن است این پل پیچان البته عشق زمان جوانی های او را فراموش نکرده است. اگر زبان می داشت ها چی قصه های دلانگیزی می نمود. آخر هر روز با گل یکتای خود از روی همین پل می گذشتند به هیچ سراسیمگی، بعضن دستی به دست، بعضن سمکچه جلوداری دختری دوست داشتهش را که درونش کتاب و دفتر و دیگر انجام آرایشات بانوان بودند به مقابلیتش اعتباری نداده از دستش می گرفت و سری کتف می انداخت. به این طرز می خواست که باری شانه های نحیف او را سبک نماید. دخترک اول سرخ می شد و سفید و بعد قناعتمند تبسم می کرد. معلوم بود که از عادی ترین اعتبار شاد می گشت و باغ باغ می شکفت. عشق و محبت آنها را چنان قرین نموده بود که از هر نفس همدیگر را می فهمیدند. از یک نگاه حس می کردند که دلشان چی می خواهد. اما همین یک عشق زیبا را بدتر آن گل یکتایش کنار گذاشت و خوب در این باره حالا سخن نمی کند. این قصه دیگر و مرد نمی خواهد الحال به هیچ وجه آن لحظات غم‌انگیز را به یاد آورده خود را به اندوه گرفتار کند. همین قدر سوخت و پخت، همین قدر در عشق آن پریزاد مرده و
از نو زنده گشت بسنده. حالا نیتش خیر معلوم است نیتی او و اکنون اندیشه های خود را سرجم کردن می‌خواست که یک ماشین با سرعت از پیشش تیر شده به سمت دانشگاه بیرفت. از داخل ماشین صدای خوشی احمد ظاهر پهن می‌گشت. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. ماشین دور شد و موسیقی و آواز حافظ را با خود برد. اما مرد در یک حالت پریشانی بماند. هرگاه آواز خوش احمد ظاهر را می شنید چون مرغ نیم بسمیل می تپید و می تپید. این هنگام خاطرات ایام عاشقیش نو شده یک حسی عجیب او را اسیر می نمود. چون که نیک می داند در تأثیر سرودهای این حافظ آوازدار عاشقی بیقرار گشته و نیز بعدتر به زوال عشق خود سر فراورده، اما جراحت‌های خونچکان قلب را با همین سرودهای دلپذیر ملهم بسته از دامن این شهر رفته بود. مرد در اسارت همین حس بی‌نظیر به همان مکان رسید که یاد بوسه اولین او را می‌داد. در وسط پل پیچان زینه پایه نصب شده بود که از آنجا به لب دریا می‌فرامدند. عیناً در همین جای یک روز آنها از درس فارغ گشته دست به دست به سمت شهر راه گرفتند و به همین جای پل پیچان رسیده از گل یکتای خود خواهش نمود که کمی توقف نمایند. منظره دلفریب طبیعت را تماشا کرده راحت برند. بعد بینشان بیت برک آغاز گردید. این از بازی های دوست داشتهشان محسوب می شد. شرط بازی را خودشان تعیین نمودند. هر کسی در بداهتن خواندن بیت دلپذیر در بماند یک خواهش رقیب را اجرا می کند. از قضا مرد البته آن وقت جوان عاشق شرط را بای داد. با دختر شاید 100 پهلویش را فکر کرده و در بند هیجان تصویر ناپذیر و یک حیای زیبنده دخترانه از وی بوسیدن را خواهش نموده بود. چرا بوسه؟ هنوز نمی داند. شاید از پیش آمد ناخوش دلش گواهی می داد و همین بوسه را یادمان از ایام جوانی با خود داشتن می خواست. اینش به وی تاریک. اما بهترین یادگار مرد
از آن زمانی به همتا همین نخست بوسه بود. یاد دارد که از این تصادف در جبینش دانه های عرق شکفته، دلش چون دریای خروشان به تلاطم آمده، یک بوسه نرم و عجب گرم از لبان دختر ستانده بود. این گلی صدبرگ را به خاطر همان بوسه نخستین آورده است. وی گل را یک بوی کشید و در همان جای گذاشت که گل یکتای او آنجا ایستاده و او بوسه را در لبانش داغ ساخته بود. آوه چی زیبا! یک بوسه نرم، یک بوسه گرم، بوسه اولین، بوسه شیرین. زلفت بالا زدم، سیله و شبها زدم، هر دو لبت گل نمود، بوسه به گلها زدم. این دم آوازی هیجان آلودی یک جفت عاشق به گوشش رسیده، وی را از عالم افسانوی بیرون آورد. باور کن به خدا که من خیلی دوستت می دارم، می گفت جوان که صدایش بیشتر به التجا مایل بود. افسانه‌ات را به کسی دیگر گوی. گویا مغرور جواب می گردان دختر و این لحظات به نظر مرد چنین می تابد که صاحب این سخن حالا زمین و زمان را از خود منتدار کرده، با ناز و عشوه ساخته قدم زنان می آید و صدای پاشنه باریک طفلیش تا رفت بلندتر می گردد. اگر خواهی اثبات می کنم که خیال جوان دست روی سینه با تمام وجود می خواهد عشق خود را به هر نحوه ثابت بسازد. کو حتی به سمت وی نظر نکرده سرد و بیروح به زبان می آرد دختر. قسم خورم یا دیوانه بوده ای؟ ها دیوانه من در عشق تو. به من عاشق سالم در کار. با تمسخر و پاسخ می دهد دختر و خنده می زند. من گویا دوباره جان می گیرد جوان. تو از راحت نمانده آنه. و دوباره بلند می خندد دختر و خندهش به حد دلخراش است که به اطراف وزن می اندازد. حتی دل شیدای مرد هم در جای نشستهش تضییق آن را برملا حس می نماید. نرگس من بس دیگر نامی مرا به زبانت نگیر. گویا با تمام آواز داد می زند دختر که از شنیدنش جوان یک قد می پرد و مرد هم هوشیار می گردد. حالا مرد در خود تصور می کند که دیدگان دختر ناخواست از کاسخانه خود بیرون گشته با یک دسته نگاه آتشین به جانب جوان می نگرند. مرد که تا این دم از چشمان جوانان عاشق پنهان بود، با برابر شنیدن نام دختر آهسته از جای خیست. دخترک یک نگاه متعجب به سوی مرد خوش لباس افکند و شتابان از بر او گذشت. جوان با برابر دیدن مرد ناگه در جای خود باز ماند. گویا جنایتی کرده و به دست افتاده باشد. در بند خجالت حیران به مرد می نگریست
بعد وی به خود آمده با زور ارادت آب دهان فرو برد و راه گلو نرم ساخت و آهی به درد کشید و دست به مویهای قیرگونی خود برد. به نگاه سوال آمیزی مرد به حد غمگین کتف در هم کشیده سرش خم وزنین قفا گشت. مایوس به همان سمت رفت که از دنبال دختر آمده بود. این لحظه همان ماشین که به سوی دانشگاه رفته بود دوباره از پیش مرد گذشت. اکنون شاید به سمت شهر می رفت و این دفعه شتاب نداشت. ماشین در برابر دخترک ایستاد و جوان راننده از تیریزه آن سر برآورده چند کلمه گفت. دخترک به قفای خود ننگریسته تازان خود را به داخل ماشین گرفت و راننده آواز مگنیتوفون خود را بلندتر کرده به پیدل گاز فشار آورد مگر وی سبک به راه درآمد. باز از داخل آن ماشینی اکنون به حد سرعتش تیز صدای پخش خورده بلبل شوریده شرق احمد ظاهر تا به گوشهای مرد رسیدند. علایار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی ثمر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جا نشینیم که مرگی بی خبر دارد جدایی. دنیای مرد در هم و بر هم شده بود. از شدت غضب زود زود قدم گذاشته به قد شاه راه رسید. هزاران سوالی بی جواب به سرش آمده نمی دانست علم خود را از کی بگیرد و چی سان ستاند. وی قصد نمود که همین حاضر به حجره‌اش در مهمانخانه مرکزی برگشته و سمکه سفریش را سر کتف می پرتاید و پای خود را از دامن این شهر برایش دردزا بیرون می برد. وقتی که چشمی تو برق نداره، وقتی که دل و تو ذوق نداره، وقتی که ابر نگاه بارانیست، وقتی که شور و شوق نداره، دیگر از ما
از ما